سانتافه 2017 شرکتی که به اسم یاتاقان معروفه، ولی تو چسبازی در نیار، هر 5000 کیلومتر روغن خوب بریز توش. این اگه یاتاقان زد بیا بزن تو گوش من. این ماشین 5 سال دست خودمون بوده، تصادف نداشته، 2 تا لکه لیسه کوچیک داره، اینم برگه کارشناسی و کاملا بدون رنگه. ناگفته نمونه روی بدنه یکم خط و خش داره که با یه واکس و پلیش حل میشه. یه سریا هفته 2 بار میرن همون، ولی این ماشین 2 روز در میون رفته کار باش. چوسی نباشه شمال زندگی کردن و بارون و چوسی. کارواش رفتن زیاد که خودش چوسی داره، ولی نتیجه شده ریختن رنگ رینگای این ماشین و انقدر از صف که با لیسه حل میشه، یه ذره رنگو پرونده. خب حالا وقتش آپشن‌ها و چوسی‌های این ماشین رو بهت بگم. تو از هر نمایشگاهی کارکرد ماشین رو بپرسی یه 15 تا پایین‌تر میگه و گردش میکنه، ولی کارکرد این ماشین 88000 کیلومتر و 888 تاست. موتور و گیربکسش هم تایید مکانیکه با خیال راحت. درب صندوق برقی، گرم و سرد صندلی، اتو پارک، اتو هولد، کنترل انقدر آپشن داره که من تو پست قبلی با چوسیاش گذاشتم. قیمت این ماشین رو با دلار 95000 تومان 3 میلیارد و 900 میلیون تومان گذاشتیم. الان فکر میکنم دلار 115000 تومان. برای بازدید و خرید این ماشین با شماره مجموعه 0912 030033 فقط از طریق واتساپ ارتباط بگیرید، چون انقدر چوسی نباشه خط رونده تماس میگیرن نمیتونیم، فقط واتساپ. تمام.